سلام. امروز برای همه جهان دیگه روشن شده که پاندمی کرونا یک بحران جدی طولانی مدته و همه کشورها بعد از این مدت دیگه دارن به اقداماتی رو میارن تا هم بتونن امور کشور رو بچرخونن و هم ضایعات این بیماری مهلک رو به حداقل برسونن. اما این قضیه تو ایران خودمون یه خورده‌ای فرق میکنه. چون در کرونا دیگه ما خودمون میتونیم مقایسه کنیم با همه کشورها، حتی با کشورهای پیشرفته میتونیم مقایسه بکنیم. این حرفای روحانی مال چند ماه پیشه. بریم مقایسه بکنیم ببینیم بعد چطوره الان. آها بله، این آمار قربانیان کرونا در یک روز بر اساس اعلام رسمی وزارت بهداشت خود رژیمه که تو این هفته رکورد همه کشورهای پیشرفته و پسرفته جهان رو با 422 قربانی در یک روز شکونده. ما رکورد زدیم. تازه این آمار رو هم کارشناسای خود نظام قبول ندارن. میگن آمار واقعی 3 تا 4 برابر آمار رسمیه. یعنی اگر الان کل قربانیان کرونا در ایران که خود رژیم اعلام کرده 36,000 باشه، اگر اینو 3-4 برابر کنیم میشه چیزی حدود 140,000 نفر. یعنی همون آماری که هر روز دبیرخانه شورای ملی مقاومت داره اعلام میکنه. پس آمار واقعی اینجا هست و متاسفانه به نظر میاد که آمار قرار نیست همینجا بمونه و وضع میتونه بدتر از این بشه. بیماری که همینجوری کنترل نمیشه که وقتی شما هیچ کاری نکنی بسپری در واقع به که امور خودش پیش بره، شاید یکی به قول شما رعایت بکنی یا رعایت نکنی میشه این. الان هم اگر کاری نکنی ممکنه شما یه ماه دیگه شما بیاید 2 برابر این آمار اعلام بکنید. شهریور ما اینو پیش بینی کردیم. اون پیش بینیشون بود که ما تو آبان ما ممکنه که برسیم به 600 نفر و الان میبینیم که ما داریم کم کم متاسفانه به اون عدد نزدیک میشیم. حالا تو این وضعیت درام آقای مقایسه و شرکاش این افزایش آمار رو نشونه پیشرفت میبینن و انتظار دارن که یک دسته گلی هم بهشون بدیم. همینجا من یه چیزی به مردم عزیزمون بگم دقت کنن. ما در روزهای عادی تعداد اعلامی مبتلایانمون افزایش پیدا خواهد کرد. علتش چیه؟ چون تست بیشتر میکنیم. به این توجه کنم مهمترین شاخص کنترل بیماری مرگ روزانه یا مرگ به ازای 1 میلیون نفر است. اینو دشمنانمون برای ما دست نگیرن که تعداد داره زیاد میشه. این نشانه کارایی سیستمی که تشخیص بیشتر میده. یعنی لغت شارلاتانیسم جلوش تعظیم میکنه. این که الان آمار مرگ و میر کرونا داره سر به فلک میکشه رو ما دست گرفتیم؟ یا تو باید به جواب بدی که چرا تا به حال کم تست میکردی؟ چرا آمار دروغ میدادی؟ چرا تصویر غیر واقعی و گل و بلبلی از کرونا میدادی که بعد حالا میندازی تقصیر مردم که چرا رعایت نکردن؟ حالا برای این وضعیت فاجعه بار میخوان مدال رهبر ویژه عرصه اپیدمی رو هم به عظماشون بدن. ما واقعا در زمینه رعایت و همچنین هدایت و حمایت در رابطه با اجرای پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های بهداشتی رهبر معظم انقلاب رو به عنوان یکی از رهبران ویژه جهان در عرصه اپیدمی میشناسیم. خب خبر میدن که رهبر اپیدمی جهان ظاهراً یک سخنرانی داشته که چون به خاطر کرونا راهپیماییشون رو تعطیل کردن گفته بودن همه برن پای صحبتش. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هم با اعلام لغو مراسم گرامیداشت یوم الله 13 آبان بنا به توصیه ستاد ملی مقابله با کرونا همگان را به گوش فرا دادن به سخنان رهبر معظم انقلاب به عنوان راهبرد ملی دعوت کرد. خب ببینیم که حالا توی این شرایط کرونایی دغدغه اصلی رهبرشون چیه؟ امروز 3 مناسبت در کنار هم قرار داره. برو جلوتر. آخرین نمایش این معارضه هم همین چیزیست که هفته قبل در پاریس اتفاق افتاد. بازم جلو 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 جلو. یعنی تروریست هایی که در کشور ما رئیس جمهور رو به شهادت رسوندن. آحاد متعددی از نمایندگان و اعضای دولت و قوه قضاییه رو به شهادت رسوندن. اینا تروریست های معمولی نیستن. وقتی اینا پناهگاهشون فرانسه است و پاریسه. بازم جلوتر. جرم اصلی رو آمریکایی‌ها کردن و سعودی‌ها که دنبالشون بودن. چی شد؟ رهبر ویژه اپیدمی هیچی درباره کرونا نگفت. انگار نه انگار که توی این مملکت روزی دارن 400-500 نفر به خاطر کرونا کشته میشن.
ببین رهبر مافنگی، این قربانیان کرونا مال ایرانن ها، چه ربطی به فرانسه و آمریکا داره؟ و راستی کی بود این میگفت به من از همه جای جهان زنگ میزنن؟ کی بود؟ در این روزها که با بسیاری از سران کشورها در تماس تلفنی بودم، همه تشکر میکردن از اینکه ایران یک کار بسیار منسجم قوی برای مقابله با این ویروس انجام داده. حالا من نمیخوام اسم ببرم، بعضی از رهبران کشورها بودن که از من سوال میکردن که شما چجوری از فاصله اجتماعی به فاصله هوشمند آمدید، بعد این 3 رقم سفید و زرد و قرمزی که اعلام کردید مبانیتون چیه؟ راستی الان با این وضعیت آمار کسی دیگه زنگ نزده؟ یعنی که رفتی تو قرنطینه کرکره هم کشیدی پایین چون دیگه جایی برای این دغل‌بازی‌ها نیست ها؟ سوالی که اینا الان باید جواب بدن اینه که چرا بعد از 8 ماه که بقیه کشورها تونستن تا حدی بیماری رو مهار کنند ولی وضع ایران الان به اینجا کشیده شده؟ یا 111 میلیارد دلار فقط برای بخش سلامتشون هزینه کردن، به غیر از چند هزار میلیارد که برای معیشت مردم مجبور شدن بدن. انگلیس‌ها 20 میلیارد برای فقط بخش سلامت هزینه که بنده از 1 میلیاردی که مقام معظم رهبری فرمودن زیر 30% رو تا امروز تونستم بگیرم. پس نگاه کن، بقیه کشورها یه قلم بودجه اختصاص دادن برای مقابله با کرونا، به غیر از اینکه زیرساخت‌های لازم رو هم توی کشورشون فراهم کرده بودن. شما تو این 40 سال چی کار کردید؟ به جای اینکه ثروت مملکت رو خرج رفاه و سلامت مردم کنی، پولو چیکار کردی؟ خرج شهر موشکی زیرزمینی کردی، بردی ریختی تو جیب بشار اسد برای کشتار کودکان سوری، خرج حزب الله کردی، بمبگذاری توی عراق و لبنان، خرج تروریسم کردی، پهپاد و موشک برای حوثی‌های یمن، 8 سال جنگ ضد میهنی، پروژه‌های 100 میلیاردی ولی بیهوده اتمی. این که الان نشستی میگی پولم کجاست، این نیست که ایران کشور فقیر بوده. بابا 7% منابع طبیعی دنیا تو ایرانه. بعد وضع ما تو کرونا این باشه؟ تازه اختلاساتون هم نگفتم. حالا تو این 40 سال هیچ کار نکردی یه طرف، الان که با کرونا مواجه شدی چرا از اون پولهایی که توی جیب هات باد کرده خرج ملت نکردی؟ کجا باید خرج میکردی؟ یه قلم برای حمایت از کسانی که کسب و کارشون فلج شده. اون مردمی که تو خونه موندن باید هزینه هاشون رو تامین کنی تا مجبور نشن برای یه لقمه نون خودشون رو در معرض ویروس قرار بدن. ببینید ما الان یه تعداد واحدهای صنفیمون رفت تو 9 ماه تعطیلات و واقعا دیگه میخوام بگم که ما حریف اینا نخواهیم شد. من خیلی شفاف اینجا باید عرض کنم. اون واحدهای صنفی هستن که رفتن بیش از 8 ماه اینا تعطیلن و واقعا دیگه توانش را ندارن. باید یه فکری به حال اونا کرد. در هر صورت برای اینهایی که 8 ماه تعطیلن، من یه مثال میزنم اینجا، شما کارمندان محترم دولت بیایید 2 ماه حقوق نگیرید، من ببینم آیا میتونید زندگیتون رو اداره بکنید. اینها هم 8 ماه تحمل کردن، الان هر روز ما واقعا جمع میشن اونجا، ما باید جواب اینا رو بدیم. میگن آقا ما چه بکنیم، اصلا از زندگی فلج شدن. یا مثلا اگر میخواستی چرخ اقتصاد بچرخه و مردم با رعایت پروتکل ها بتونن کسب و کارهای ضروری رو بچرخونن، پس باید اسباب کارش رو فراهم میکردی. یه قلم موضوع حمل و نقل، چرا باید وضعیت اتوبوس های ما اینطوری باشه که بشه کانون انتقال ویروس؟ این بود که ما دارای تراکم داریم میشیم در حمل و نقل عمومی. ما باید حمل و نقل عمومی رو تجهیز کنیم. ما باید 3000 اتوبوس به اتوبوس‌های تهران اضافه کنیم. این که فقط بگیم ما جلوگیری میکنیم چیزی رو حل نمیکنه، چون بالاخره مردم جابجا میشن. شما فعالیت‌های اقتصادی رو باز کردید و ما این شلوغی رو در حمل و نقل عمومی 100% خواهیم داشت. بودجه اختصاص بدن؟ بله بودجه‌ش هم هست ولی اختصاص نمیدن. بودجه هست، تخصیص نمیدن. حالا دیگه دست کی هست و کجا مونده بماند. اما جای دیگه که باید پول رو خرج می‌کردی تو خط مقدم نبرد با کرونا، یعنی برای کادر درمانی بود. همون پرستارا و پزشکای فداکار و از جان گذشته‌ای که بار درمان تمام بیماران رو به دوش میکشن. اون الان وضعیتشون چجوریه؟ نصف کادر درمان همه رفتن استعلاجی، دیگه نمیکشیم، نمیتونیم، خیلی شرایط بدیه. فشار اصلی کرونا روی ایناست.
تازه علاوه بر فشار جسمی و روحی که تحمل میکنند، خود این پرستاران و پزشکان بیش از هر کس دیگه‌ای در معرض بیماری هستند. و بیشترم الان برای ما معضل نیروی انسانیه. ببینید تا 15 مهر ماه 3165 پرستار ما در مرخصی استعلاجی بودن و میتونیم بگیم تقریبا 25% پرستاران مبتلا شدن، چون خود کادر درمان در معرض ابتلای بیشتری قرار دارن، ولی باز ما منابع مالی بیشتری میخوایم که بتونیم هم تجهیزاتمون رو غنی‌تر بکنیم، هم بتونیم نیروی انسانیمون رو جبران بکنیم، اونایی که بیمار میشن تو مدتی که نیستن. خب تو که معضل کمبود پرستار داری، پس چرا اون اول که پزشکان بدون مرز داوطلبانه اومده بودن کمک کنن رو اخراج کردی؟ آخه اگه کسی دردش درد مردم باشه، هر دری رو میزنه که یک کمکی برای مردم بگیره. اونا رو که راه ندادی، حالا بگو ببینم به همین پرستارانی که دارن خدمت میکنند چه رسیدگی‌هایی میکنی؟ پرسنل بهداشتی ما نه کارانه نه اضافه کار 3 الی 4 ماه که اصل حقوقشون که کمتر از حداقل قانون کار دریافت نکردن. این موجودات از اونایی هستن که با گرگ بره میخورن، با چوپان گریه میکنن. یعنی تا این حد درو. اولا خودت رو الکی کنار پرستارا نذار. پرسنل بهداشتی ما یه جوری میگه که انگار خودش هم حقوق نگرفته. بابا شما که فساد از سر تا پاتون میچکه. شما جزو همون دم و دستگاهی هستین که قرارداد موقت 89 روزه با پرستارا بستین که هیچ حق و حقوق شاملشون نشه. تو همین دوران کرونا چند نوبت پرستارا رو اخراج کردین. بعد که پرستارا اعتراض کردن، مثل مشهد بهشون حمله کردین، دستگیرشون کردین. پس سوالی که میمونه اینه که برای جمع کردن وضعیت وخیم اپیدمی نظام آیا پاسخی داره؟ ایده‌ای، طرحی، فکری، چیزی هست؟ اینجاست که گوریلنگوری نظام با ایده‌های مستعان نشان وارد می شود. امروز از یک طرحی که انشالله فردا و روزهای آینده با وزارت بهداشت و درمان هم اون رو هماهنگ و یک پارچه خواهیم کرد و از 20 آبان ماه هم به اجرا خواهیم گذاشت، تلاش میکنیم که به نقاطی که ویروس این در واقع کرونا محل سکونت خودش قرار داده و از اونجا پلکانی برای تکثیر و در واقع توزیع و شیوع در سطح کشور قرار داده، به این نقاط انشالله حمله کنیم. قبل از حرف زدن خوبه که اول کلمات رو تو مغزت الگ کنی. کلاً به نظر میرسه که این موجود رو مغزش به جز سرکوب برنامه دیگه‌ای نصب نشده. اولا محل سکونت ویروس کجاست؟ بعد آدرسش از کجا میخوای پیدا کنی؟ نکنه میخوای با همون در قابلمه بری سراغش ها؟ بعد اگرم پیداش کردی چجوری میخوای بهش حمله کنی؟ بعد اگر هدف ویروسه، جوابش واکسن و دوا و دکتره، به تو چه ربطی داره؟ مگر اینکه بگی هدفت اون کرونایی نیست که مردم میگیرن، بلکه مردمی هستند که دنبال نابودی کرونای ولایت هستند. وگرنه 7 آبان اون گله های اوباشت رو بردی پاسارگاد دنبال کرونا بودی؟ چون اگر واقعا دنبال کانون انتقال کرونا میگشتی، بیا اینجا. یک مرد، 2 عقل، 3 فطرت. آدم عاقل باشه، عقل پیدا کنه. عاقل باشه. ما خیلی ساده از حضرت سلمان علیه السلام رحمت الله علیه السلام بله، همون استادیومی که برای فوتبال بسته است، وقتی بحث دین فروشی برای ولایت مدارا باشه، هم زنان میتونن بیان تو شرکت بکنن، هم نیازی به فاصله اجتماعی و پروتکل‌های کرونایی نیست. فقط از اینجا میتونن کلی ویروس کرونا ببرن توی جامعه. پس دغدغه شما اصلا کرونا نیست، بلکه به اسم کرونا میخوای یه درد دیگه صیدلی رو درمان کنی. با دستور فرماندهی معظم کل قوا، بسیج و نیروی انتظامی مکلف شدند که فرمانده سپاه هم جمعه جلسه مفصلی گذاشتن، گفتن همه امکانات رو در اختیار میذاریم. در مهمترین اقدام که
تشخیص زودرس و قرنطینه و ایزوله کردن افراد مبتلا و افراد دارای تماس نزدیکه و همچنین در اعمال قانون. یعنی با دستور مقام عظما میخوان به اسم کرونا بسیج و اوباش انتظامی و سپاه رو بندازن به جون ملت. فقط یه دونه از این بسیجی‌ها نشونتون بدم که بدونید با چه جونورهایی میخوان برن به جنگ کرونای توی گیومه. امام خامنه‌ای هر چی بگه بگم چشم. من امنیتم از امام خامنه‌ای میگیرم. اگر امام خامنه‌ای نبود من مرده بودم تا حالا. چه بسا تو همون قنداقی که بودم کشته شده بودم، آوار رو سرم ریخته بود. امنیت جهان الان از امام خامنه‌ای. باز یه مرحله بالاتر، اگر امام پناهیان بگه به امام خامنه‌ای توهین کن، من میکنم. با این خودش الان مورده کرونا در برابر حماقت این کم میاره، بعد با اینا میخوام به کرونا حمله کنن. دست آخر میشه فقط این نتیجه رو گرفت که اگر یک نگاهی به نمودار رشد کرونا بندازیم متوجه میشیم که تا وقتی این نظام هست نه مشکل کرونا و نه هیچ مشکل دیگه ای مردم حل نخواهد شد، چون این نظام جز غارت و سرکوب هیچ کار دیگه ای بلد نیست و هرگز هم نمیتونه کرونا رو جمع کنه. اما مردم میتونن و مصممن که کرونای ولایت رو جمع کنند. وقت بخیر و بدرود.